های مهربان، پدر من یک کشاورز است. ما در منطقه فریدن که یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است زندگی می‌کنیم. اینجا به خاطر آب و هوایی که دارد از قدیم کشاورزی شغل بیشتر مردم بوده و پدرم نیز کشاورزی را از پدر بزرگش یاد گرفته است. موقعیت روستای ما از نظر آب و هوایی کوهستانی و حدود 120 کیلومتری شهر اصفهان فاصله دارد. کشاورزی از فصل بهار شروع می شود و از فصل پاییز تمام می شود. یعنی کشاورزان 6 ماه از سال را کار می کنند و 6 ماه مابقی یک سال بیکار مانند. کشاورزی بهترین کارها و حلالترین شغلها است. روستای ما دارای زمین‌های حاصلخیز است. بیشتر محصولی که در روستای ما کشت می‌شود سیب زمینی است. آرزو خانم، امون میشناسی؟ سیب زمینی یکی از محصولات عمده شهرستان ماست. بوده و هست. یعنی دارای هم برند بود سیب زمینی شهرستان. به نوعی هم دارای رتبه بود و به نوعی فریدن با سیب زمینیش میشناختن. حدود 60 سال پیش کارشناسان انگلیسی که اولین بار تو ایران اومدن مناطق ایران رو بررسی کردن گفتن بهترین آب و هوا برای کشت سیب زمینی تو ایران فریدنه، چون هم خاکش بسیار برای سیب زمینی مناسبه هم آب و هواش. به این خاطر اینجا سیب زمینیش از مرغوب ترین سیب زمینی ایرانه. ما سیب زمینی کاشتیم، زحمت کشیدیم، کاشت و برداشت کردیم که حالا بدیم به مردم. ازمون خریداری نکرده است دولت و اجازه هم نداده که ببرن خارج. از موزه سیبا موندن تو اماره، مجبور شدیم میدیم به گاوا. 8-9 سال است که این بدبختی فریدن گرفته است. من خودم 4 سال نامزد کردم، نه خونه دارم، نه زندگی دارم، نه چیزی دارم. یه کارگر عادی ام به امید این کشاورزی که این کشاورزی مونم اینجوری مونده. من 40 تن بار داشتم، تا حالا 10-15 تن چه کاشتم، یا خودشم دادم گوسفندای پسرم، بقیه‌اش هم مونده. نمیخرنشون. 100 تومن هم نمیخرن. این زحمت 8 ماه یک کشاورز داره از زیرش آب میاد. آب این سیب زمینی داره خراب میشه. داره خراب میشه دیگه از زیرش آب. پدرم بعد از برداشت محصولاتش به مشکل مالی برمیخورد که سیب زمین‌هایش توی انبار را کسی نمیخرد. این محصول در سالهای اخیر بازار گرمی نداشته و کشاورزان ما نه تنها پیشرفت نکرده ام بلکه مشکلات مالیشان بیشتر شده است. باورت بیاد نمیخوام بگم آقا، من 5000 تومن جور نمیکنم که بدم یه جوب کفش بره زنم. قبول میکنی؟ با یه جوب دمپای دارم میره تو خیابون تو مرچه. اسمش هم که من کشاورزی کم 70 سال دارم کشاورزی میکنم. اینا این کشاورزی میکنم. فریدن بدبخت نداشت، بیچاره نه، بیچارمون کردن، حاصلمون رو نمیخرن، بیچارمون کردن. خدا میدونه این سیب زمینی ما چقدر مصرف این کردیم. کود دونه 50,000 تومان، 60,000 تومان، تقویتی دونه کیلویی 30,000 تومان، 40,000 تومان. سم علف کش، عرض کنم به خدمتت، سم شفته، سم قارچ، اینا رو میخواید حساب کنی هیچ. هزینه به این گرونی، گازوئیل لیتری 300 تومان. اصلا کسی به داد کشاورز نمیرسه واجب. چرا شما خودتون به داد خودتون نمیرسید؟ نه چطور برسیم؟ پارسال یه تگ چطور به داد شما برسید؟ حاج آقا پارسال یه تگ از من رفته 600 تومن تهران آورده. 600 تومن.
من الان 3 تا بچم نگه داشتم برای کشاورزی. 3 تا بچم الان به خدا نفری 500 تا تای تومن درآمد دایشون نداده. الان فرستادن کارگری. به خدا رفتن کارگری. امسال منم مجبورم کشاورزی. بابا 200 میلیون سرمایه داره. 200 میلیون سرمایه گذاشته اونجا. بچه‌اش رفتن کارگری. یه ظلم خدا که برای کشاورز ظلم. من نمیدونم مسئولان این مملکت به حرف این مردم توجه میکنن یا نه. شما فکر نمی کنید این حاج آقا زیاد تولید کرده؟ نه چرا؟ مگه بعد من مملکت تولید کنه؟ عجبا. نه تولید کرد. من اینا میخوام ببینم تولید کردن مگه بده؟ اشکالش اینه که قبلا فقط سیب زمینی بیشترین تولیدش توی منطقه فریدن و استان اصفهان بود، ولی الان استان همدان تولید میکنه، استان اردبیل تولید میکنه و در فصلهای گرم که این منطقه فصلش سرده استانهای خوزستان و حتی بندرعباس هم تولید سیب زمینی داریم. یعنی عرضه بیشتر از تقاضا میشه. امسال که به خاطر که پارسال ضرر زیاد کردیم، امسال 1/3 مثلا سال گذشته کاشتیم، با این حال که کم کاشتیم حدود 60 الی 70 تن سیب زمینی داشتم، 50 تنش مونده. ما باید یاد بگیریم که فقط سیب زمینی توی محصول کشاورزی نیست. یه زمانی ما تنوع سیب زمینی گندم بود، سیب زمینی گندم. ما باید از این تنوع بیایم بیرون. آقا سیب نمی‌کارم، چی بکارم؟ پارسال اومدن به ما گفتن ذرت بکارید. ما ذرت گشتیم، اصلا ذرت نخریدن هیچ. به آسانی هم نیست ما تغییر شغل بدیم. من حالا 20 سال از زحمت کشیدم تا این شغل رو یاد گرفتم، این سیب زمینی رو یاد گرفتم، چجور بکارم، چجور به عمل بیارمش. جوونی ما گذاشتم تو این راه. حالا یه موقع مهندسی میاد اینجا یه حرفی میزند و میرد. ما به حرف اون کاغا بلند شم، حالا این شغلم بذارم کنار، برم اونجا ادوات کشاورزیش ندارم، تجربهش ندارم. محصولاتی که اونا میگن آقا ما تجربهش نداریم، آموزشش ندیدیم. این حداقل 2 سال طول میکشه آقا ما آموزش ببینیم، آقا این شغل بذاریم کنار. ما موندیم نمیدونیم دیگه چی بکاریم. فریدن واقعا در بدر شده، همه کشاورزه. ما دیگه ول کردیم اینا، ما رو من سیب زمینی نمیخوایم دیگه کشاورزی کنیم. من الان نزدیک 32 ساله با این ازدواج کردم با این آقا. همش هم کشاورزی میکنه، اما که از کشاورزی هیچ خیری ندیدیم، هیچ چا. اینم پیرمرده دیگه، به خدا زانوهاش درد میکنه، نمیتونه. من الان 60 سالمه، 61 سالمه، الانم میرم آبیاری، بازم کار میکنم با این پیرمردی. ولی تو دون خدا این کشاورزی، سیب، گندم، همه چیز موقعش بیاد از ما بخری که ما موقع بتونیم تولید کنیم. بازاریابی رو کشاورز ما نمیتونه انجام بده، صادرات رو کشاورز ما به هر صورت ضعیفه نمیتونه انجام بده. ما احساسمون برای این هست که مدیریت به هر صورت کلان کشور و به خصوص شهرستان باید بشینن یه هماهنگی بکنن، این سنگ رو از جلو پای مردم بردارن. یعنی ببین کشاورز ما این رو داره میگه من با اون سرمایه در گردشی که ندارم، با بضاعت کمی که دارم، بهترین محصول سیب زمینی رو تولید میکنم، دارم میارم. شما یه کاری بکنید که این به فروش بره. قطعا ضعفایی تو این بخش وجود داره، من میپذیرم، اما ما در سطح شهرستان سعی کردیم با اقتضاعات محلی همین چیزایی که عرض کردم اینها رو ورود کنیم. اما اصل قضیه زمانی حل میشه که ما بالاخره در سیاست‌گذاری‌های کلی به این نتیجه برسیم که تنظیم بازار رو چیکار کنیم، بالاخره میزان نیاز ما به یک محصول در کشور چقدره، داخل چقدر امکان صادرات وجود داره. میدونید که اینا بحث کردن بهش در حوزه شهرستان‌ها خیلی نتیجه‌ای نداره، باید از بعد کلام پیگیری بشه. دولت، اداره کشاورزی مثلا ما هیچ گونه صنفی نیست که روی یه برنامه‌ریزی بکنه بگه آقا شما 200 سیب زمین داری، این 200 سیب تقسیم بر 4 کن، نه یا همش سیب کن. والا من که کشاورزی ام آقا، چه میدونم که دنیا آقا چه محصولاتی میخواد، چه نیازی داره که من برم دنبال اونو بکنم. من از خودم که آقا بدونم که آقا یه محصولی حداقل آقا استفاده داره، میرم میکارمش. نمیام این سیب زمینی هر سال بکارم که بیچاره بشم، هر سالم بیاریم تا انبارا انباشته شدن رو هم دیگه، منابع آب از بین داریم میبریم، 4 سال 10 سال دیگه این منابع آبم از بین میره، به خدا آب زیر زمینیمون دیگه درن تموم میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه آقا ما یه راه غلطی آقا داریم میریم سیب زمینی رو میکاریم. سیب زمینی هم هیچ گونه
استفاده هم به ما نمیده. طبق تحقیقاتی که انجام شده رو سیب زمینی هر هکتاری حدوداً 6000 متر مکعب آب مصرف میکنه. آبی که الان ما اینجا داریم استفاده میکنیم به عنوان شاید آب معدنی باشه که ما الان داریم برای پیاز یا برای چغندرقند یا برای سیب زمینی هدر میدیم، بعدم سیب زمینی ها رو یخت میریزیم دور. مشکل ما اینه که سیب زمینی ما سیب زمینی خوراکی نیست، بیشتر سیب زمینی بذریه، چون اون کیفیتی که سیب زمینی خوراکی باید داشته باشه و اون تولیدی که باید برای بحث سیب زمینی خوراکی باشه ما نداریم. به عنوان نمونه توی همدان میانگین عملکرد بین 7 تا 8 تنه، ولی اینجا بین 2 تا 3 تن. همون همدانی که میگی بذرش از من میخره، همون که تولیدش بالای 6 تن 7 تنه بذرش از من فریدنی میخره. $300 بده ببرم اینا رو. خدا شاده 300 میریزمش بیرون یا نمیده. 300 ارزونه؟ 300 پول گونیش نمیشه. برای چه کاری میخواید شما سیب زمینی؟ برای بست. کجا ببرید؟ همون بستان آباد. بخش عمده کشاورزی اونجا چیه؟ همون سیب زمینی میکارن و گندم و جو. فصل کاشت و برداشتش با اینجا یکیه؟ آره با هم تقریبا. آره تقریبا اینجا با اینجا یکیه. آره. و چرا همونجا سیب زمینی خودش نمیکاره؟ اونجا سیب زمینیشون قندشون بالاست. قندشون که بالا درشت هم هستن. درشت هم هستن. ببخشید یه لحظه. به خاطر بذر به درد نمیخورن. یعنی بذر رو مجبور بیاد از فریدن بخرید. آره. هر ساله همین کارو میکنید؟ همه ساله. آره. وضعیت سیب زمینی‌های امسال بستان آباد چطور بود؟ کشاورزا تونستن سیب زمینیشون بفروشن یا نه؟ نه اصلا هم نتونستن بفروشن. دادم به گاوداری و ریختن دور. اصلا به درد نخورد امسال. باز یه سالی که سیب زمینی میخواد یه ترقی بکنه، دکتر، مهندس، نمیدونم هر چی، مثلا اینا که دستن در کار هستن پول دارن آقا میان زمین اجاره میکنن سیب زمینی میکارن. سیب زمینی ما رو دستمون میمونه. خب ما کارمون اینه، مثلا ما 40 سال 50 سال کارمونه، ما دیگه شغلی ندارم. من الان 60 سالمه دیگه چه شغلی برم؟ 20 سال همینطوری بوده. 3 سال یه سال خوب بوده، 3 سال بد بود. اون یه سال که خوب میشه چرا خوب میشه؟ نمیکارن دیگه، مردم زرده میشن ازش. نمیکارن، گرون میشه بعد دوباره شروع میکنن کاشتن. دوباره همه میان. یه سری آمدن وارد کشاورزی شدن، دستای بزرگی دارن. کیا مثلا؟ همین سرمایه‌دارای بزرگ. اینا تو کشاورزی هم نفوذ کردن. کشتای بی رویه میکنن. 2000 جیب، 3000 جیب خورده بهار له میکنن. اونا میرن اجاره میکنن، برمیدارن. اینا خودش اونا شغلشون کشاورزی هست یا نه؟ شغلشون کشاورزی نیست، اومدن وارد این چرخه شدن. این دیدگاه بر این هست کشاورزی باعث رونق پیدا بکنه، باعث افراد بیاد. یعنی این نیست که افراد که دارن میان تولیدات رو دارن انجام میدن مانع افراد دیگه میشه. منتها این همگونی وجود نداره. یعنی ممکنه که یک کشتی در یک منطقه بیش از اندازه نیاز تقاضای داخلی یا خارجی انجام بشه که اون باعث مدیریت بشه و الا افرادی که بیان تو بخش کشاورزی حقیقتا سرمایه گذاری بکنن میتونن افراد دیگر رو هم تقویت بکنن. کسی که مثلا میاد یه دفعه 100 هکتار رو میبره زیر کشت سیب زمینی، خب نیاز نداره اینقدر سیب زمینی، مثلا یه موقع 100 هکتار بره فقط سیب زمینی بشه. ولی مثلا من یا این آقا میاد مثلا 10 جریب سیب زمینی میکاریم، 10 جریب گندم، 10 جریب بدر. ولی اون یه دفعه میاد مثلا 100 هکتار رو سیب زمینی میکاره، بعد خودش هم جا و جوشو داره، این قسمت عمدهشو به فروش میرسونه. از ماها که مثلا کشاورزای قبلی بودیم میمونن که میخوایم بفروشیم، یا مثلا اون مشتریای قبلی میمونن. مثلا چرا اونی که تازه ورود پیدا میکنه موفق‌تر عمل میکنه تا شما؟ هم میگم دیگه کشاورزی مکانیزه شده، ولی خب ما سنتی کشاورزی میکنیم. خب چرا شما مکانیزه نمیشید؟ خب اون یه سرمایه زیادی میکنه.
صنعتی شدن و کلا سرمایه میخواد. شما ندارید؟ ما نداریم سرمایه. من کشاورزی را دوست دارم و میخواهم در کنار پدر و پدر بزرگ بمانم و کشاورزی کنم. اما پدرم میگوید اگر درست درست را بخوانی و در آینده مهندس یا دکتر و یا معلم و یا هر شغل دیگر داشته باشی میتوانی بیایی و کشاورزی هم بکنی. اما اگر کشاورز شدی دیگر هیچ کاری نمیتوانی بکنی. پدرم میگوید هیچ کس به کشاورزی توجهی نمی کند و کشاورز هم هیچ کاری از دستش بر نمی آید. شما توی فریدن ما برو، اینجا سیب زمینی کاریم. شما در هر حیاتی را تو روستا بزنی بالا، داخل این حیات سیب کار میبینی، سیب کن میبینی، دستگاه اسبار میبینی، کوتپاش میبینی، خیش میبینی، یعنی تراکتور میبینی. یعنی یک کشاورز تو طول 30 سال زرش کشیده، به خودش سختی داده، به زن و بچه‌اش سختی داده که رفته وسایل کشاورزی خریده. شاید وسایل کشاورزی که ایشون در طول سال 10 روزم با این وسایل کشاورزی کار نداره. الان که توی روستای فریدن می‌بینی 100 تا تراکتور وجود داره با 100 تا مثلا دستگاه کوتپاش، 100 تا دستگاه کاشت. بعد میری می‌بینی همه این کار این روستا رو 5 تا از این دستگاه میتونه در طول سال انجام بده. اگر یه شرکت تعاونی میتونستیم فرهنگش رو ایجاد کنیم و دولت بیاد کمک کنه به شرکت تعاونیایی که تو روستاها تشکیل بشن، یه شرکت تعاونی میتونه توی یه روستا مثلا با 5 تا تراکتور و 5 تا دستگاه کل کارهای این روستا رو انجام بده. بقیه هم سرمایه‌شون رو تو طول 1 سال نخوابونن بی خودی. یکی از مشکلات از خرده مالکی، یعنی متوسط اراضی کشاورزی هر بهره بردار حدوداً 2 هکتاره. تازه این 2 هکتار هم یه جا نیست، یعنی ما تعدد قطعات هم داریم و این خواهی نخواهی تو بحث مکانیزاسیون و توسعه کشاورزی خرد بودن قطعات خودش مشکل ساست. آدمی که تولیدش کمه، زمینش کمه، کم درآمد هست، مثل من 30 تن بار که دارم، 30 تن میخوام با این 30 تن پسرمو زن بدم، دخترمو شوهر بدم، خونه براشون بگیرم، برای خودم بگیرم، خرج دیگرم انجام بدم با این 30 تن. نه به گرونی میتونم بفروشم نه به ارزونی. آخرش هم ضربه میخورم. یعنی تو وقتی که ارزون است نمیفروشی، میذاری گرون بشه. گرون بفروشه. وقتی هم گرون بشه میترسم میگی گرونتر بشه. گرونتر بشه. یعنی باز امیدواری که گرونتر بشه. نمیفروشی. واقعیت دیگه. اگه دروغ میگم، من این حقیقت دارم خدمت شما میگم. وقتی که تولید بالا باشه هیچ خبری نیست. ضرر زیاد نمیکنه تولید کننده. بودی آقا معامله شد؟ آره به سلام. چند چجوری؟ مدتی برای برد 6. چند خریدی؟ ساعت 130 تومن. ما اینی که الان 20 سال کاملا دارم باش بار میخرم براش. 20 سال الان دارم براش بار میخرم الان. پس میشناسیش؟ آره کاملا. من الان اردبیل از کل بگم کجا؟ یعنی از تهران بگیر، خوزستان بگیر، اهواز بگیر، همدان بگیر، قربه بگیر، اردبیل، سراب، بستان آباد، دوزدوزان، شرابیان، نمیدونم روستا خاکی. شما خودت تو کار خریدی فروش هم هستی؟ بله من خودم تو کار سیب زمینی ام. آره. چقدر از سیب زمینی فروش رفت امسال؟ من امسال خودم که کم زدم 50 تا ماشین زدم. چقدر موند؟ چی خیلی بازم مونده. بازم خیلی سیب دیگه مونده الان. آیه صادقی علت این که سیب زمینی مونده تو منطقه سوء مدیریت به نظر بنده جهات کشاورزیه. هیچ موقع عرضه و تقاضا رو با هم تنظیم نکرده. مشکلی که وجود داره ما تو بحث تولید هیچ نقشی نداریم، ولی بحث مشکلات تبعی که معمولا برای این قضیه وجود داره که مال بحث بازاررسانی با ماست.
من هر سال بذرمو عوض میکنم، بذر درجه 1 میگیرم میکارم، سیبام هم خوب میشه، برداشت خوبی هم دارم. ولی کشاورزای اجاره کار از علی بودرز، همدان، بذر سیبا رو میارن میذارن تو انبار به عنوان سیب فریدن، بذر فریدن میفروشن به مردم. اسم فریدن هم دیگه خراب شده. کسایی که از تبریز و اردبیل جای دیگه می اومدن هر سال از فریدن بذر میگرفتن دیگه نمیان، میگن بذر فریدن خراب کردن. من کشاورزم سیبم میمونه تو انبار. چرا حالا سیب علی بودرز خوب نیست؟ سیب قندش بالاست. یعنی من اینو بگم خدمتتون، اگر ما فقط سیب تولید خود شهرستان رو تو انبارمون داشتیم مشکلی نداشتیم. ما امسال حداقل 40% محصولی که داخل شهرستان انبار شد محصول تولید خارج از شهرستان بود. این انبار خدا وکیلی پر بسن دادم به اونا خوردم. 1 قرون حرام به جور گوشت سگ اگه من این انبار سیب فروختم. ناچار شدیم دادیم به اونا خوردن، این خراب مراشون تباه کردیم همینجا. بخش اعظمی از بهره بردارای ما رو کشاورزایی شامل میشن که سطح سوادشون پایینه. تو بحث‌های ترویج هم انتقال یافته‌های جدید علمی برای کشاورزایی که یا علم سطح سوادشون پایین تر باشه خود سخت تره. از طرف دیگه کشاورزا درسته که سطح سوادشون پایین تره، متوسط سنشون هم بالاست. این خودش یک عاملی است که کشاورزا دیرپذیر میکنه تو دریافت مسائل جدید روز. شما از این فوتوفنای مهندسی که جدیدن حالا دارن توی کشاورزی استفاده میکنن، شما لحاظ میکنید توی کشتاتون یا نه؟ ما دارش استفاده نکردیم. نه اصلا توی کلاس‌های جهاد کشاورزی شرکت میکنید؟ نه نرفتم. نه پس چجوری کشاورزی میکنید؟ همینطور یونی. یعنی اصلا تا حالا مهندس بهتون سر زده سر زمیناتون مزرعه‌تون؟ نه پروژه برام اینجا گفت نه برو جوبت نه چی بزنم. اینا گفتم من میام خبر میشم دیگه نرفتم. چرا گوش نکردی به حرفش؟ گوش به نتیجه نداشت. آخه دولت وقتی یک کود فسفات برام بده 100,000 تومان چه استفاده داریم دستورش رفتار کنی؟ 100,000 تومان یک کود فسفات راضی. اغلب کشاورزا ما الان دیگه به سن بازنشستگی رسیدن. چرا؟ چون جوانای ما الان به دنبال کارن، به دنبال درآمدن. وقتی کشاورزی درآمدی نداره جوان‌ها حاضر نیستن که وارد این بخش بشن. و در واقع اینجاست که کشاورزایی که به سن بازنشستگی رسیدن همچنان به شکل سنتی دارن کشاورزی میکنن. حاج آقا بیچاره 6 تا پسر داره، بس که بیکار بودن 5 تاشون رفته تهران. و یکی فقط مونده اینجا. تهران چیکار می‌کنه؟ دارن تو کارخونه. یکیشون نگهبانه، 4 تا دیگه‌شون تو کارخونه باتری سازی. اینم برای که باباش تنهایی بود اینم میره. 80% جوان فریدن از فریدن رفتن بیرون. کشاورزی بیمه هم دارد اما پدر من بیمه نشده است چون میگوید ماه به ماه پول ندارم بدهم زیرا محصولات کشاورزیمان را به قیمت مناسب نمیخرم. پدرم تمام روزهای بهار و تابستان را به مزرعه می رود و همه فکرش این است که سیب زمینی ها خوب به بار بنشینند. اما 3 سال است که سیب زمینی های ما را کسی نمیخره. 3 سال است که همینطور سیب زمینی ها در انبار مانده و بوی بد آنها در همه جا پیچیده و این بوی بد باعث شده که حشره های زیادی را در محوطه زندگی ما پدید بیاورد. ما حالا باید سیب های خراب شده را با تراکتور بار بزنیم و به یک مکان دور افتاده و دور از روستا بریم. اگر اون دلی که کشاورز این منطقه برای سیب زمینی میذاره و تلاشی که برای سیب زمینی میکنه و هزینه‌ای که برای سیب زمینی میکنه
برای کشت‌های دیگه انجام بده، به ضرس قاطع میتونم بهتون بگم که تولید ما تو محصولای دیگه بهتر میشه و اقتصاد کشاورز پویاتر. ولی کشاورز فقط تمرکزش روی سیب زمینی میذاره. یعنی شما اگه بهش بگو برو 2 تا کیسه کود ازوته بگیر، قطعا اگه شده فرش زیر پاشم فروخته این کارو میکنه. منطقه فریدن فقط سیب زمینی. این سیب زمینی کاری ما دیگه رفته تو خونمون حقیقتشه. من سیب زمینی گرون شه ارزون باشه هر سال بار ما میکاره. چرا؟ میکاره. امید به خدا میکاره. کشاورز باید برزشو بکاره. همیشه که امسال مثلا من چی گیرم نمیده بگم پایزم گیرم نمیاد که یعنی پایز گیرون شد. یه وقت نشد. بعد نشدم خود نشد. سال بعدم نشد. نشد خود نشد. سال بعدش هم نشد. نشد. هر سال همین. تا کی داری که ضرر بدی؟ خوب دیگه. کشاورزی تو این منطقه مثل یه قماره. اینقدر باید ببازی تا یه بار ببری. ما هم الان تو دور باختیم. هر سال ما متاسفانه همین ضرر رو میدیم. یک سالی نشده که ما از این سیب زمینی لقمه نون بخوریم. هیچ کس به داد ما نمیرسد. هیچ کس از ما احوالی نمیپرسد. در سالیان آینده، در دهه‌های آینده مطمئن باشید کشوری زنده خواهد موند که بتونه با تولیدات کشاورزی شکم خودش را سیر کنه. ما داریم نابود میشیم. ما داریم زمین میخوریم. اینجا سود کشاورزی رو کی میخوره؟ دلالا. فقط دلال. فقط دلال. فقط دلال. جلو دلال کی باید بگیره؟ من کشاورز یا شمای دولت؟ خودت ببین خود کشاورزم این کارو میکنه. خودش هم داره حمایت میکنه. و مثلا این بابا که رفته از همدان سیب برد اینجا یه بیماری و یه آفت هم توش بوده برای چی رفت نه آیا دولت بز گرفتی ایشونو بگیره یا نه؟ نه آیا دولت ندونه من میتونم؟ وظیفه دولته. وظیفه دولته جلو واسطه رو بگیره. کارخونه داری که دولت بهش وام داده کارخونه چیپس سیب زمینی زده میتونه بهش بگه که آقا از کشاورز سیب بخر نه از دلال. ما حرفمون بر اینه کشاورز فریدنی که داره تولید میکنه یه ماشینم میزنه تا خود بازار مثلا میدون بار تهران یا اصفهان میتونه ببره، کرایش هم خودش بده. چرا باید سیب زمینی ایشون رو زیر 300 400 هم نخرن؟ ولی متوسط خرید سیب زمینی ملت خود ما در سراسر ایران در طول سال بالای 1500 تومان باشه. بونگا داره از من نمیخره. از همین سینگر تمام کامیون دارم هستن. تمام هم بار خودش نمیبرن. بعد برمیگردن میدن به دلال. چرا؟ برای اینکه اونجا ازش نمیخره. سودا فقط دلال برده. امسال هم حکومت سیب زمینی ها خریدن تضمینی جهاد کشاورزی. تضمینی خرید امار کرد. موقع که بازار سیب زمینی میخواست یه تکونی بخوره قیمتش بره بالاتر دوباره امارا رو جهاد باز کرد. پخش کرد تو منطقه. دلالا رفتن خریدن بازار این سیب زمینی هم آوردن پایین. یعنی کشاورز اینطوری داره لطمه میخوره. عرض کنم به خدمت اول آذر ماه قرار شد سیب زمینی های کشاورزان را به عنوان تضمین شده بخره که دولت شروع کرد به خریدن. تقریبا 1 ماه شروع کرد به خریدن سیب زمینی تضمینی
کیلویی به عبارت 360 تومن. این خریدهای تضمینی که امسال اتفاق افتاد یعنی سال گذشته اتفاق افتاد سال 94 برای کشاورز استفاده نداشت. چرا؟ به ضرر کشاورز. به ضرر کشاورز بوده. هم امسال هم آیندهش هم به ضرر کشاورز. چون دولت که میخره بدون استثنا یه کاری دیگه روش انجام میده. میاد توش سودجویی میکنه. تمام پیگیری‌های کار، تمام از قول 0 تا 100 این کارا تو بدنه جهات کشاورزی که سازمان تعاون روستایی هم جزء بدنه جهات کشاورزی انجام داده شد. ما نقش نظارتی داشتیم روی این قضیه و به عنوان همان کننده این قضیه بودیم و سازمان تعاون به عنوان متولی خرید تضمینی. خرید تضمینیش مدت 40 روز 1 ماه بود و 8 تقریبا وسطای زمستون خریدن که تو سرما بود، اینجا اصلا نمیشه بار تحویل انبار بدی. خرید تضمینی زمانی باید باشه که کشت از تو زمین بار کنی به تو انبار، که کشاورز 3 تا خرج نده. یکی هزینه کشتیگیری تو زمین، یکی هزینه بارگیری و حمل و نقل، یکی افت بار. ما خرید تضمینی با پیگیری‌هایی که انجام شد تو سطح استان و موافقتی که جناب آقای وزیر داشتن روی این قضیه دستوری که فرمودن خرید تضمینی انجام شد. توی زمان برداشت؟ تو زمان برداشت بله. آذر ماه و دی ماه زمان برداشت. حالا عرض کنم اولا شما میگی محدوده. چون کشاورز میگفت که آقا برف بود، من اصلا انبارام پشت برف گرفته نمیتونستم خالی کنم. اولا که میگن که بحث این است که بحث خرید تضمینی ها تا اون موقعی که شروع خرید تضمینی ها ما استارتجا زدیم مثلا کشاورزا استقبالی رو بحث فروش نداشتن، استقبالی رو خرید تضمینی نداشتن. ما نمی‌صرفید. حالا نمی‌صرفید، قیمت خرید تضمینی مشخصه که چقدر باید خرید بشه. شما می‌فهمید سوال شما این بود. سوال شما این بود چرا زمان کوتاه بود؟ چرا مثلا عرض کنم خدمتتون درست عمل نشده؟ 360 که می‌خرید باید می‌رفتی تور می‌خریدی. تور دونه 700 تومان. کارگرم هزینه می‌کردی تا برای دولت پرشون کنی. خب برای دولت که پرشون می‌کردی میردن انبار میکردن، بعد هزینه رو اینا کم میکردیم ازش 260 تومان برامون میمون یا 270. 360 اسمش خرید سیب زمینی با اون هزینه‌ای که حالا کیلویی 360 تومان در سال گذشته بوده بر این معیار بوده که حداقل میانگین 5 تن هست. ولی با توجه به اینکه منطقه ما میانگین تولیدش بین 2 تن تا 3 تنه و با توجه به اینکه زمان خرید تضمینی ما خارج از فصل برداشته و احتمال داره توی زمستون باشه، یه مقداری از خود سیب زمینی ما توی انبار دچار پرت میشه و باید با یه سایز مشخصی و با یه اندازه مشخصی وارد بازار بشه برای مصرف کننده. به خاطر همین کمتر از 360 تومان تو هر کیلوگرم برای کشاورز این منطقه میفته. این سیب زمینی رو خرید میکنن، حالا اون مشکلات برای کشاورز به وجود میارن، تور و 30 کیلویی و فلان و پول ندادن، بعد که تو انبار میبرنش چیکار میکنن؟ این یعنی که اضافه تولید باید از چرخه خارج بشه، یعنی یا معدوم بشه یا از کشور بره بیرون. حالا اشتباه بعدی میان اینا میخرن، بعد دوباره بردن تو انبار. حالا سیب زمینی فریدن از برج 7 که برداشت میشه تا برج 3 سال آینده تو انبار میاد و به مرور وارد چرخه بازار میشه. حالا اگه تو این فاصله سیب زمینی دیگه به بازار تزریق کنی، یعنی به بازار من کشاورز ضربه زدی. حالا دولت اومده اینا خریده برده تو انبار 2 ماه نگه داشته، شب عید دوباره اینا با نازل ترین قیمت به یه دلال فروخته، اون دلاله دوباره اینو وارد چرخه بازار کرده، دوباره بازار منو به هم زد. دولت این همه هزینه کرده، ضررش رو دولت داد، از هزینه سوبسید کشاورز داد، از اون ورم کشاورز خودش ضرر کرد، سود این وسط یه این دلالا خوردن. فقط دلال اینجا نون خورد رفت. اینکه توانسته میاد سیب زمینی کیلو 50 تومان میده به یک شخص و اون شخص اطلاع از نظر فروش من هیچ اطلاعی ندارم به چه قیمت فروخته شده. خداییش یعنی من نه اطلاع دارم که به چه قیمتی یعنی کار شما رو چه نظر نه اصلا کاری به ما نداره، چون بحث استان عمل میکنه، حتی سازمان تعاون اینجا هم نیست. به ما میگیم که چرا الان سیب زمینی ها رو خریداری کردن، انبار کردن، با همه اون مشقاتی که داشته و هزینه‌ای که هم برای خودشون داشته و هم کشاورز،
بعد از مدتی سیب زمینی‌های انبار شده یک تاجری میاد و در واقع این رو با قیمت بالا مثلا 380 تومن از تعاونی‌ها میخره، به این شرط که این رو صادرش بکنه و به این قصد که اصلا این رو از چرخه در واقع اقتصاد داخلی خارج بکنه. و تو حالا اینو به این نمیدن، تو هفته‌های بعدش که دوباره تاجر میاد با قیمت مثلا 330 تومن میخره، باز این رو به اون نمیدن، ولی بیان این رو به در واقع تاجری میدن و به اشخاصی میدن از خودشون که با 30 تومن 50 تومن میاد خریداری میکنه و متاسفانه صادرم نمیکنه، دوباره این رو تو همین منطقه و در واقع تو همین چرخه داره وارد میکنه. خانم میگم که پیرو اون مزاحمت قبلی که من اومدم خدمتتون، خب متاسفانه اون اتفاق افتاد و آقای حالا بیرونمون کردن یه جورایی. اختیار داد. من برای آخرین بار مزاحم شدم با آقای صحبت کردید؟ والا دیگه شما که نظر ایشون رو میدونید دیگه. یعنی فرمودم خیر مساوی نمی‌کنن. یه لطف بکنید با آقای بگید آقا ما 3-4 تا سوال داریم، به اون جواب میدید یا نه؟ سوالای ما ایناسیه که این که خرید تضمینی چجوری اتفاق افتاد و تو چه فصلی و چرا اینقدر دیر، و دو اینکه چرا وقتی که حالا مشتری‌های دیگه‌ای بودن که با قیمت خوب خریداری می‌کردن چرا نفروختن و بعد دادن به این بنده خدا کیلو 30 تومن تا 50 تومن. یعنی شمایی که توی تعاون روستایی هستید واقعا قیمت سیب زمینی رو نمیدونید که کیلو 30 تومن یا 50 تومن فروختید به این بنده خدا و همین بنده خدا کیلو 200 250 150 فروخته و چرا نظارت نبوده بعد توی توزیع و پخشش؟ باشه من یادداشت کردم آقای علی دادی، پس من باهاتون تماس میگیرم. آقای پهلوان این سیب زمینی شما خریداری کردید؟ بله. از کجا؟ چی از کجا خرید؟ از کی خرید کردید؟ از تعاون شرکت تعاون روستایی خریدید. بعد چطور خریدید؟ شما توی مزایده شرکت کردید یا نه اونا خودشون به شما پیشنهاد دادن؟ عرضم حضور شما فکر کنم کارایشو شده بود، کار مزایدهش ما فقط موقع قرارداد از طریق کسی ما رفتیم اونجا قرارداد نوشتیم. اول نگاه کنید 360 خورده که اینا در میومد باتشون. بله. من گفتم آقا پول افتشو خدمتتون هر شاید که خاکشو ایناشو کم کنید، وزنش کنین آقا به قیمت به ما بدید. من خودم همونجا در به انبار داشتم می‌خریدم به 300 تومن تا 320 تومن نقدی داشتم پول میدادم. پس شما به شما ندادن چرا؟ چرا از اونا سازندی از من می‌فهمه. شما می‌خواستید چیکار کنید آقا رضوانی؟ من همه صادرات می‌کردم. صادرات به کجا؟ من برای ترکمنستان می‌ذارم، برای افغانستان می‌ذارم، برای عراق می‌ذارم. این خرید تضمینی سیب زمینی که پارسال اتفاق افتاد توی اصفهان شما در جریان هستید؟ منطقه فریدن. من علی دادی هستم قربان. من یه مستندی دارم کار میکنم راجع به سیب زمینی کارای. من هماهنگ شدم با ایشون، قرار شد که با شما صحبت کنم، یعنی با واحد بازرگانی صحبت کنم. شما با روابط عمومی هماهنگ شده، عمومی رسما شما رو ما معرفی بکنه، ما در خدمت شما هستیم از 3 سال بعد. بله. وقت بخیر خانم، حالتون خوبه؟ سلام مرسی. آقای بالان تشریف دارن؟ آقای بالان یه لحظه اجازه بدید، قرار بود برن جلسه میرن رفتن تو اتاقشون هستن یا نه؟ مرسی. فقط حرف من اینه، من نوعی که 170 تومن خریده بودم بیت المال بود، پولاشون هم میدادم، تزوری به من ندادن، بعدا 60 تومن اینو حرات کردم. من نمیدونم الان هم دلیلشو خدا شاهده نمیدونم. وقت به سیب زمینی نخلش که 5-6 تومن بود خوب بود؟ باره اگه به من میدادن به نحوی اصلا میفروختم. کجا میفروختید؟ ترکمنستان. یعنی پس مرغوبیت صادراتی داشت؟ آره من اگه زحمت داشت، فقط یه ذره من کارگر میذاشتم، صوت میکردم میزدم. الو سلام. آقای بالان خسته نباشید. حالتون خوبه؟ آقای بالان اگه یادتون باشه درباره این خرید تضمینی سیب زمینی منطقه فریدن تو اصفهان صحبت کردیم با هم.
بعد قرار شد که آقای تعاون روستایی استان با همون مصاحبه کنن، ولی ایشون مصاحبه نکردن با ما و حاضر نیستن مصاحبه کنن، اصلا جواب تلفنمون هم نمیدن حتی. خب من چه کار کنم؟ خب نه شما دستور دادید به ایشون که مصاحبه بکنن یا نه؟ اصلا اون نامه‌ای که ما به شما دادیم جوابش چی شد؟ خب من الان تماس باشون میگیرم. خب من کی تماس بگیرم خدمت شما؟ شما 20 دقیقه دیگه زنگ. بسیار خب، خدا نگهدار. آقای پهلوان شما چقدر سیب زمینی توی فریدن خرید کردید؟ نمیدونم، به دفترمون رو نگاه. میشه لطفا نگاه کنید؟ من الان تو دفتر که نیستم که. تقریبا میشه لطفا حضور ذهن اصلا ندارید؟ نه ندارم. کیلوی چند خریدید آقای پهلوان؟ دیگه اوشه به شما نمیتونم بگید ما آقای. خب کیلو چند فروختید؟ اون چرا به شما بگیم که اون دیگه خصوصی و شرکت دولتی که نیستش که ما بگم جواب بده. اینا آوردن دوباره تو فریدن توزیع کردن بین کاسبا و دلالا، آوردن شبانه روز خدا وکیلی سر صدای ماشین نمیذاش ما بخوابیم، چون هر خونه 20 تا ماشین و 30 تا ماشین و 50 تا ماشین می اومدن انبار میکردن. اینا را تور کردن، گونی کوچیک کردن، بردن ریختن تو میدون. سیب خود فریدن مون تو انبارا. جناب بالان نتیجه مذاکراتون چی شد با اصفهان قربان؟ راجع به چی آقای؟ درباره اینکه این اتفاقات خرید تضمینی که توی منطقه فریدن اصفهان افتاد و هیچ کدوم از این مسئولین متاسفانه عرض کردم پاسخگو نیستن. من توضیح دادم خدمتتون که پیروزا. بله. بعد فرمودید من راجبش اطلاع ندارم. قرار شد با مدیرش خودش صحبت کنه که موضوع چی هستش اصلا. آقای بالان شما خودتون هستید؟ بله من خودم هستم. بله. آقا من که پیروز توضیح دادم کامل خدمتتون، گفتم که یه سری صحبت‌هایی شده، یه سری اتفاقاتی افتاده توی اصفهان که هیچ کس نگفتی به من نگفتی. نه من اطلاع ندارم. آقای بالا شما فرمودید که آقای بالا شما فرمودید با خانم هم صحبت خواهید کرد و نتیجه اعلام می‌کنید. آقای خودش دیروز اینجا بود، منتها من نتونستم باهاش صحبت کنم. ببخشید. خواهش می‌کنم. من الان هستم. تهران نیستم. حالا بگو ببینم قصه چی هست؟ موضوع چی هست؟ خب من میخوام مصاحبه کنم بگم که اتفاقاتی افتاده توضیح بدن در موردش. همین. باشه چشم. بذارید من بپرسم از آقای خدمتتون عرض کنم. چشم. خیلی متشکرم جناب بالا. آخه پیروزم همین فرمودید ولی این اتفاق نیفتاد، برای همین من مجدد مزاحمتون شدم. دنبال چی میگردی شما؟ نه ببین من منظورم اینه که ببینید نه دنبال چی میگردی؟ دنبال این میگردم که ببینید آقای پهلوان این سیب زمینی که شما خرید کردید کجا توزیع شد؟ تمام سیب زمینی که ما از اونجا بار کردم هر کسی اگر یک ماشین از ما برده امضا داده و تایید شرکت تعاونی بوده که آقا دامداره. ما دیگه یکی تا دهن گاو که نمیتونستیم بریم بیرون یادم بده تو دهن گاوش یا نه، شاید دو تا کیسش هم برده بره خانه خودش. دیگه من که ضامن اوش که نیستم. خب یعنی شما وقتی که طرف مثلا آقای پهلوان وقتی طرف مثلا از شما 300 تن خرید میکرد یعنی 300 تن رو به عنوان خوراک دام میرفت؟ ما اصلا 300 تن سیب زمینی کسی نفروختیم. اینا کی گفته؟ هنوزم تورایی که ریختن تو انبارا هستش. شما یکی یکی برید تو این خونه هنوزم سیبایی که آوردن ریختن هستش. فکر میکنید چند تن آخه؟ اینا مثلا نهایتاً 200 تن 300 تن. نه بیشتر آوردن. آدمی سراغ دارم که همین خودش تو کمیته امداد اومد 150 تا ماشین دربست یه جا آخر انبار گرفت آورد ریخت تو انباراش، گونی کوچیک کرد و برد ریخت تو میدونا. از همین سیب زمینی کارمند خود کمیته امداده. از همین سیب زمینی تضمین شده. از همین سیب زمینی تضمین شده. نه ما اصلا نفروختیم، ما فقط بار کردیم برای گاوداری خودمان. خب ولی خب شواهد چیزی دیگه میگه آقای پهلوان که خب دیگه اون چیز دیگه میگه. حالا شما کار که آبی که ریخته قد چی میگردن شما بکنن؟ شما قد بیکارن دنبال نمیدونم چی میگردن. من رسیدم جایی. با این وجود ما اینم به هیچ وجه تاییدش نمیکنیم. اینم به یعنی 1 کیلوش هم نباید خارج میشد و این تخلفی بود که خود اون پیمانکار انجام داده بود که به نوعی طبق اون قراردادی که با سازمان تعاون داشت باید جوابگو میشه. آقا چی شد؟ شما قرار شد که به ما خبر بدید. اون بحث سیب زمینی. بله. خب چیکار کردی؟ به کجا رسیدی؟ هیچ آقا هیچ کس پاسخگوی ما نشد متاسفانه.
من ببینم قصه چیه. چشم. آخه شما الان شما من زنگ میزنم. آقای بالان آخه الان این بار سوم شما میفرمایید ولی باز متاسفانه من فکرم کار تمام شده. خب به هر حال ما حالا میفرمایید من کی تماس بگیرم با شما آقای بالان؟ من الان دارم میرم فردا بعد از ظهر تماس. خانم سلام وقتتون بخیر. آقای بالان تشریف بردن؟ آقای بالان رفتن نماز میام تا 10 دقیقه دیگه. بله؟ رفتن نهار و نماز. بله. سلام قربان وقت علی بخیر. حالتون خوبه؟ آقا من چند روز پیش تماس گرفتم خدمتتون بعد منتظر تماستون شدم خبری نشد مجدد مزاحم شدم. برای چی؟ درباره اون مستندی که راجع به تعاون روستایی استان اصفهان بود. ما براش پیغام گذاشتیم. بله. حالا مجدد باشه چشم براش پیغام میذاریم. ببینید بفرمایید که بالاخره یه اتفاقی افتاده یکی باید پاسخگوی ما باشه تو تعاون روستایی یا نه؟ باشه چشم من براش پیغام میذارم. سلام خانم وقت علی بخیر. مرسی. آقای بالان تشریف دارن؟ نه نیستم مأموریت آقای بالان. آقای حیدری چطور؟ ایشون هم نیستم. جلسه هستم. چه جلسهشون تمام میشه خانم؟ نمیدونم خبر ندارم که جلسهشون تمام میشه. شاید 1 ساعت شاید 2 ساعت بعد. خانم چرا هیچ چیز جوابگوی ما نیست تو این حوزه تعاون روستایی؟ نمیدونم. خب شما دیگه چرا انقدر پیگیری میکنین وقتی کسی جوابتون رو نمیده؟ یعنی پیگیری نکنیم دیگه؟ نه وقتی که انقدر مثلا کسی جوابت پاسخگوی شما نیست یا دوست ندارن. معمولا وقتی که آدما دوست دارن جواب کسی نمیدن که پیگیری میکنه 1 بار یا 2 بار ولی میکنه پس حتما دوست ندارن که جواب شما رو بدن دیگه. مگه دوست بداری خانم؟ من نمیدونم حتما همینجوری هست دیگه. وقتی که شما مثلا به یکی زنگ میزنید طرف نمیخواد جوابتون بده 60 بارم زنگ بزنید دیگه جواب. نتیجه من از این انشا نتیجه میگیرم که باید درس بخوانم و به کلاس بالاتر بروم تا بتوانم فردی خوبی برای جامعه باشم. من نمیخواهم مثل پدر خود زحمت بسیار بکشم و پول کمتری به دست آورم.